وقتی ماشینالات رو ما فرستادیم اسپانیا، خب اسپانیا یکی از قوی ترین و قدیمی ترین تولید کنندگان ماشینالات فرآوری خوشبار دنیاست. این فردی که از ما دستگاه خریده بود میگفت وقتی که آوازه دستگاه رو اون تولید کننده قدیمی شنید، در واقع یه نفر رو فرستاد که بخواد دستگاه ها رو ببینه و کپی کنه و همون موقع میگم من که فهمیدم این اون آدمی که اومده تست کنه نذاشتم دستگاه رو ببینه و به نشون دادن فیلم ها اکتفا کردم و این برای ما خیلی افتخار. وقتی این رو داشت میگفت یه حس غرور خیلی خوبی منو گرفته بود که این دستگاه تولید ایران توی کشوری که شاید بیش از مثلا 40 سال 50 ساله که تولید ماشینالات فرآوری پسته و بادون داره، این دستگاه الان رفته رو دست اون بلند شده. شروع این فعالیت با پروژه کارشناسی ارشد بنده بود که رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی می‌خوندم و وقتی که دفاع کردیم با اخوی توی یه جای 10-12 متری که ایشون هم رشته من بودن با هم دیگه شروع کردیم این ماشینالات کمترین میزان پرت مغز رو روی محصول بادام و فندق و پسته داره. به لطف خدا الان یکی از بهترین تولید کنندگان ماشینالات فرآوری خوشبار رو داریم، هم تو ایران هم تو دنیا.